مژده هستم به مراقبه صبحگاهی لذت رهایی. خوش آمدید. چشماتون رو ببندید، یه نفس عمیق بکشید. دم و بازدم رو همراه من انجام بدید. به صدای طبیعت گوش دهید و با انرژی قدرتمند آن یکی شوید. در جهان نیروی وجود داره که از ما بزرگتره. وجود ما هم بخشی از این نیرویه. این نیرو عاشق ماست و در هر لحظه با عشق و انرژی خودش به ما زندگی میبخشه. وقتش خودمون رو تسلیم این نیرو کنیم. همه چیز رو رها کنیم و آزادانه در این دریای عشق شناور بشیم. همه چیز رو رها کنیم و یقین داشته باشیم که در پناه این نیرو در امنیت کامل هستیم. بالاخره روزی معنای همه چالش ها رو درک می کنیم. اعتماد کنیم. این اعتماد و یقین فقط با رها کردن به دست میاد. باید رها کنیم. نباید کنترل کنیم. نباید محدود کنیم. رها کنیم. درهای زندگیمون رو به روی امکانها باز کنیم. رها کنیم و بذاریم رودخانه زیبای زندگی ما رو در مسیر پیشرفت و تکامل قرار بده. رها کنیم. رها کنیم. رهای کامل. آزادی. اعتماد کنیم به این نیروی بزرگ. اعتماد کنیم. هر چیزی که آرزوش رو داریم و براش دعا کردیم شنیده شده. فقط باید صبور باشیم تا
تا در بهترین زمان محقق بشه. همریشه من، نگران نباش. خداوند در پشت صحنه زندگیت مشغول آماده کردن خواسته های قلبیته. رها باش. آروم آروم از مراقبه خارج بشید. عجله نکنید. هر موقع آماده بودید به آرومی چشماتون رو باز کنید. در پناه خدا باشید.